رفقا سلام، ارادت. حالا که اپیزود اول داستان‌های 1001 شب رو گوش کردید و با فضا آشنا شدید و احتمالاً من یه حرکت مارکتینگی زدم و درگیرتون کردم، بیاید یه مقدمه بهتون بدم که قول میدم سعی کنم خسته کننده نباشه. خب، بعید میدونم کسی تا حالا اسم 1001 شب رو نشنیده باشه، اما احتمال میدم که این زمینه ذهنی شکل گرفته باشه که یه سری داستان دیگه و تقریبا مطمئنم خیلی نمیدونن این کتابو کی و کجا نوشته. اما واقعیت اینه که این کتاب خیلی بیشتر از یه مجموعه داستانه. 1001 شب یه دنیای کامله، یه جور کهن داستانه. انگار چند تا ملت و چندین نسل از قصه گوها و خیال پردازها نشستن دور هم و هر کی یه چیزی بهش اضافه کرده تا آخرش شده این گنجینه عجیب. بذار از اولش بگم 1001 شب یه کتابیه که دقیقاً نمیدونیم از کجا شروع شده. میگن ریشه این کتاب برمیگرده به هند. اونجا یه مجموعه داستان قدیمی داشتن به اسم 1000 افسان. بعد این داستان‌ها اومدن ایران و با فرهنگ ما قاطی شدن. بعدش هم رفتن سمت جهان عرب و در نهایت از دل اون همه رفت و آمد کتابی ساخته شده که امروز به اسم 1001 شب یا همون الف اللیله و لیله میشناسیم. الف اللیله و لیله یعنی چی؟ یعنی 1000 شب به علاوه یک شب اضافه. این یک شب اضافه هم شاید یه جور بازی ذهنی باشه که بگه مثلا قصه ها تموم نمیشن، همیشه یه شب دیگه هم هست. حالا داستان از کجا شروع میشه؟ پادشاهی بوده به اسم شهرباز که بعد از خیانت زنش چنان دلش میشکنه که تصور میکنه دیگه هیچ زنی بهش وفادار نخواهد بود. پس یه کار عجیب میکنه. هر شب با یه دختر ازدواج میکنه و صبح اعدامش میکنه. این روند وحشتناک ادامه پیدا میکنه تا نوبت میرسه به دختر وزیر، یعنی شهرزاد. اما شهرزاد این قصه یه دختر معمولی نیست. کتابخون بوده، باهوش، قصه گو، زیرک و وقتی به دربار شاه میره با قصه گویی بازی رو عوض میکنه و کشته هم نمیشه. اما شهرزاد فقط برای زنده موندن قصه نمیگه، اون داره شاه رو تغییر میده. از دل قصه ها کم کم خشونتش رو میگیره، بهش میفهمونه عشق چیه، خیانت از کجا میاد، زندگی مردم چطوره و عدالت یعنی چی. در واقع شهرزاد فقط قصه گو نیست، درمانگره و 1001 شب کتاب قصه نیست، یک نسخه حکمت شرقیه. حالا یه چیز جالبم بگم، نسخه‌های مختلفی از این کتاب وجود داره، بعضیاش خیلی کوتاهه، بعضیاش چند جلدیه، اما نسخه‌ای که اغلب به فارسی ترجمه شده برگرفته از نسخه عربی معروف به نسخه بولاق هست که در سال 1835 میلادی توی مصر چاپ شده. یکی از مشهورترین مترجم‌های فارسی این کتاب عبداللطیف تسوجی تبریزی بوده که مترجم همین نسخه‌ای هست که من براتون روایت میکنم. آقای تسوجی زمان محمد شاه قاجار ترجمه این کتاب به فارسی رو شروع میکنه. البته به نثر قدیم با یه عالم واژه‌های گوشنواز و فاخر که در عین زیبایی غیر از تعداد معدودی از کلمات باقی برای ما که امروز اون رو میخونیم هم قابل فهمه. درباره این کتاب یه نکته جالب توجه دیگه هم هست و اون اینکه خیلی از داستان‌های معروف دنیا الهام گرفته از 1001 شبه. مثلا قصه علاءالدین و چراغ جادو، علی بابا و 40 دزد بغداد، سندباد دریانورد و چیزای دیگه. جالبه بدونی بعضی از این داستان‌ها توی نسخه اصلی 1001 شب اصلا نبودن، بعدها اروپایی‌ها اضافه‌اش کردن. مخصوصاً یه فرانسوی به اسم آنتوان گالان که ترجمهش از 1001 شب باعث شد اروپایی‌ها عاشق شرق بشن. بعضیا میگن تا قبل از ترجمه فرانسوی خیلی از اروپایی‌ها نمیدونستن که تو خاورمیانه و آسیا چنین دنیای قصه پردازی و عجیبی وجود داره. بعد از اون بود که شرق شد سرزمین رمز و راز و قصه و پری. در واقع 1001 شب به سهم خودش
پل فرهنگی بین شرق و غرب شد. یکی از ویژگی‌های تحسین برانگیز 1001 شب تو در تو بودن قصه هاست. یعنی وسط یک داستان بنا به دلایلی که بسیار هنرمندانه هم کارگردانی شده، یک قصه جدید آغاز میشه و شما وسط یک داستان ممکنه داستان‌های کوتاه دیگه‌ای رو هم بشنوی بدون اینکه به نظرت بی ربط بیاد یا خسته بشی. حالا اگه از من بپرسی چرا باید این قصه ها رو بخونیم، میگم چون این قصه ها فقط برای سرگرمی نیستن، هرچند که خیلی سرگرم کننده هم هستن. اینا یه جور زبان غیر مستقیم مردم هستن برای گفتن حرف هایی که مستقیم زدنش اینطور به عمق جان نمیشینه. تو قصه های 1001 شب حرف از فقر هست، خیانت هست، عشق، عدالت، سیاست، آزادی، ترس، آرزو و دیوانگی. ماجراهاش واقعی نیست ولی واقعیت تو دلشه. و این همون چیزیه که شهرزاد فهمیده بود که آدمها رو با شمشیر نمیتونی عوض کنی ولی با قصه میتونی. در آخر یه بخش خیلی کوتاه از مقدمه خود آقای تسوجی مترجم کتاب رو به بیان شیرین خودشون براتون میخونم. اما بعد پوشیده نماناد که حکیمان را رسم و آیین چنین است که گاهی به رسم افسانه سخن گویند و گاهی از زبان دد و دام حدیث کنند و مقصود از آن همه پند گفتن و حکمت آموختن است. ولی این حیلت به کار برند که عامه اتباع را به گفته ایشان رغبت افتد و برای افسانه بخوانند و به آسانی یاد گیرند. پس از آن در او تأمل کرده به ذخایر نفیس حکمت و گنج‌های شایگان تجربت دست یابند. چنانچه مؤلف الف اللیل و اللیل نیز بدین نمط سخن رانده و عجایبی چند از احوال پیشینیان و غرایبی چند به عنوان افسانه از زبان جانوران یاد کرده و اشعار نقص و لطایف نیکو ایراد نموده که مطایباتش ندما را به کار آید و اشعارش ادبا را بلاغت افزاید. اما چون فهم لغت عربی به ارباب فضل و ادب اختصاص داشت و تا زمان دولت و عهد سلطنت محمد شاه قاجار کسی به ترجمه فارسی این کتاب نپرداخته بود که همه کس بهره یاب توانند شد، بنابراین برادر بلند اختر پادشاه بهمن میرزا بنده ضعیف عبداللطیف التسوجی التبریزی را به پیشگاه خلایق پناه خواسته فرمودند که این نسخه بدیع را از تازیب فارسی که خوشترین لغات است بیاورم و افصح الشعرا میرزا سروش را فرمودند که به جای اشعار عربی شعر فارسی از کتب شعرا مناسب همان مقام بنویسد. بندگان آستان کمر طاعت بر میان بسته خدمت را آستین برزدیم. امید که به عون الله این خدمت به پایان رسد و پذیرفته درگاه گردد. در سنه 1261 هجری قمری در تبریز ترجمه شده. خب با این مقدمه‌ای که شنیدی، اگر دلت میخواد بری توی دنیای دیگه، یکم از دغدغه‌های روزمره فاصله بگیری، جهانت رو رویایی کنی و بسیار به اطلاعاتت اضافه بشه، بشین کنار من، چون قراره من روایت کنم و تو خیال پردازی.